سلام رفقای گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه دونه ویدیوی سعی کن نخندی میخوایم بگیریم با شبنم خانم گل. سلام بچه‌ها، امیدوارم کلی تو این ویدیو بخندین و حال کنین. مجازات به این صورته که لبخند فقط باید در حد نیش باز بشه، دندان معلوم بشه. کار از کار گذاشته. هر کس 5 بار فرصت داره و مجازات در آخر به این صورته که هر کسی که ببازه اون یکی میتونه به هر شکلی که دوست داشت چهره ایشونو آرایش بکنه. بریم ویدیوها رو ببینیم با هم. آماده ای؟ بله. بریم. جام جهانیه، فوتبالا رو نگاه می‌کنی؟ بله نگاه می‌کنم. کدوما رو دیدی بازی‌ها رو؟ من فقط بازی‌های ایران رو دیدم. با اسپانیا هر دو تاشون هم دوست داشتم. باختیم که آقا بازی اسپانیا. هر چندم باخته باشیم خیلی با غیرت بازی کردن بچه‌های ما. یعنی اون انتظاری که از تیم ملی داشتیم ما برآورده کردن. واقعا بهشون تبریک میگم. همون صحنه‌ای که لاپایی زد. لایی دیگه. لاپایی. تشکر از خدا. چندان خوب بازی کرده باشیم اما صحنه‌ای که لاپایی ای بای من. نخند سگ، نخند پاش مازگل. آقا ببین دور میام خندم میگیره. واسه ایسا خندم بره. خندت بره. 2000 years later. سیا توبه سیا خیلی جانم سیا ملهمانم سیا زعفرانم سیا قاطرانش سیا نرم سیا توبه این خیلی بد بود. یک من میخوام یاد بگیرم تو سیریم این آهنگا رو بزنن. کاکا این اتفاق الان دلیل خنده منو میدونه. این بنده خدا میاد که خودکشی کنه، بنزین میریزه رو خودش که به یاری خدا خودش نجات بده. پمچی هم هولکی میشن و دستپاچه میشن. این هم هر کاری میکنه فهمده که کبریت نمیدونم چی روشن نمیشه. او پمچی و حریف بود، بلند شده و بزرگترین کپسول آتش‌نشانی گرفت دستش، آماده که ای طرف خودش آتیش زد خاموشش کنه. اینجا تکونش میده. قبل از اینکه کاکا آتیش روشن بشه، آتیش روشن نشده رو خاموش میکنن. این بنده خدا هم نپلکیده بود، خدا شاهد گاز همین کپسول آتش‌نشانی میکشش. میبینه فایده ای نداره، آتیش روشن نشده هم خاموش شد. فلنگ میبنده بینم کجا بره خودش لا بده. استغفر. خیلی خوب. وای من هم اولش خندم بره. 2-1 دیگه. چرا کدام خنده؟ کدام؟ من یه دونه خندیدم. نه 2 تا خندیدی. 2-2 مال بعدا نگاه کن. 2-2 آقا 2-1. آقا اوکی. اوکی اونی که میبینه خودش میدونه میذاره دیگه. آره Ağanı qaynasası. Hacal ağanın kızını Allah'ın emriyle, Peygamber şəhərətiyle Məşəmmədin, Kəlbə Məhəmmədin oğluna izdivac edəcək inşallah. Allah mübarək eləsin. چرا الله مبارک زار چیشه. الان بازم میخواد بزنه. برو ببین آسی. وای خیلی خوبه این حاجی قاطی کرده، بد داره میزنه، همه رو میخواد بزنه. آی 2-2. آقا 2-2 دیگه. آقا 2-2 دیگه. دیدیم که الان دیدیم، ما چک کردیم 2-2 بله. الان شد 2-2. الان 2-2 Verden bu yekar Gazze duy Namaşinle salon Bange bange Tabi dağda şuna sen dağ zange
که دم شادی کنه بیگان بایرم لب این سازای وطنی خیلی خندم. سازای بادی. ساز وطنی. آقا سری بعد اینجوری بخندی باختی ها. اینطور نگات کردم نبادم یا نگاه کنی. این چون نگات کردم اوکی گفت. یارو ترسی. خب تو خاک قایم شده بود. تو خاک فکر کن یه اومدی به سطح پر کنی یکی میپره این کلنگ بیرون. خب آدم میترسه دیگه. انسانه دیگه بالاخره. gülersin. دیگه جا کم آورده کجا داره میذاری؟ خب دو تا دیگه وسیله نداشت. اگه کسی دستتو نگرفت بلندت کنه. وای. این بعدی. خیلی خوب بودی. اینو ویدیو شدی مرده اینجوری میکنه آجی. خیلی خوب بود. هندل زدم. هندیدی صدا. اینجا او قرار شد قهقه. نه وقت اون سر خواهد من گفتی اینجوری سه دو بخند. اوکی سه دو. مهدابی رو خورد کرد. سری آقا همه بلش کردن. دیوانه خانه است. ای وای چه خبره؟ چه خبرتونه؟ خب اول خب شما خندید دیگه. وقتی بخندید من دیگه حق دارم بخندم دیگه. آخ میخوام تابلوی مونالیزا رو براتون قشنگ بکشم. آقا این قبول نیستی. A little later. Marcus نگه بریز بسم الله میگم اینو نگم زورت میاره. بسم الله و بلا. بسم الله و بلا. میگم نگم بچه نمیگم نگم بچه بسم الله. شعر انبازی کودکی با کاغذ قایقش را قایقی کوچک رایسا. چه حساب کردین؟ خیلی باحال بودین. فعلا خداحافظ. بعدم بیاد ای وای کلاس آنلاین هم داستانیه. ای وای پسره چی رو این کارو کرد؟ یعنی خیلی مقاومت کردن. قایقی بسم الله. شعر میگم نگم انبازی زورت کودکی بیاد. با کاغذ قایقش را قایقی کوچک رایسا. فعلا خدا حافظ. خیلی بچه ها شبنم خانم 5 تا شدش. آقا رفتیم
VRA رو چک کردیم و متوجه شدیم که خانم شبنم مفت این بازیکن کشتیگیر اهل مجارستان سخت باخته. بعدم باختم. دست بندازم دهان من رجر به. خب بریم الان من مجازات ایشون رو روش انجام بدم. بیایم الان شما ببینید و لذت ببرید. سیبیل هیتلری رو بسوک. شبنم خانومو دیگه آرایش دیگه گفتم یه مقدار همچین یه مقدار ابروهای پیوسته و همینجور صحبت ها. در بزرگ هیتلر هستم. من خیلی خوشگل هستم. آشم گلی زمین گرده به هم دیگه میرسیم. این کارتو تلافی میکنم. رفقا بزرگترین حمایت از من اینه که لایک و سابسکرایب و کامنت برای من بذارید که من پیشرفت بتونم بکنم. اگه خوشتون اومد که ما دوباره از این ویدیوها براتون بگیریم حتما تو کامنت برامون بنویسین. خیلی خوش گذشت. اشک چشی فدایی داری هیتلر.